لبخندهای کودکانه او درس می‌دهد که این باغ خار پرور باران ندیده را به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. انتشار این هجاها و کلمات درخشان و این مزرعه آفتابگردان رو به خانم دکتر تاج‌نیا تبریک میگم. گویند رمز عشق. من به شعر باورمند هستم و به زبان باورمند هستم. تبریک فراوان به خانم دکتر تاج‌نیا. من هم امیدوارم که ایشون در این مسیری که در پیش گرفتن موفق باشن و ما هم باشیم که ثمرات توفیقات ایشون رو ببینیم.